سلاید بعدی. شما می‌فهمید وقتی که یک دوا تولید میشه این عرضه میشه به بازار و بیشترین وقت خود در گدام‌ها تیر میکنه. یعنی از زمانی که تولید میشه این به گدام‌های مختلف انتقال پیدا میکنه تا بالاخره به دواخانه و به مریض میرسه. و از کیفیت از ما زمانی مطمئن میشیم که ما در مو شرایطی که فابریکه برش تعیین کرده همون شرایط نگهداری را حفظ کرده باشیم و این به شکل ثبوت شده باید موجود باشه. یعنی در طول از این زنجیره که زمانی که دوا عرضه میشه به مارکت و ما گفتیم که ما شرایط مراعات کردیم، ثبوتش هم باید موجود باشه. این نیست که ما به زبانی بگوییم که شرایط مراعات کردیم و ما اونجا مستند نکردیم که آیا شرایط مراعات شده یا نشده. یعنی مثلا شرایط مهمش همین مسئله درجه حرارت است. یعنی درجه حرارتی که فابریکه مثلا در روی لیبل دوا گذاشته ما باید او درجه حرارت مراعات کرده باشیم و بعد از اون میتونیم مطمئن شیم که دوای ما با کیفیت و مسئول است و به مریض میرسه. و این جزء الزامات قانونی هست در تمام کشورهای دیگه. جزء قانونشان GDP جزء قانونشان است. یعنی هر شرکتی تولید کننده دوا و هر شرکتی عمده فروش مکلف است که الزامات از این تطبیق کنه در تمام زنجیره اکمالاتی دوای خود. و از نگاه اخلاقی هم شما میفهمید که ما یک دوایی به مریض عرضه میکنیم که با جان از مریض وابسته است. یعنی حیات یک مریض با یک دوا وابسته است. از خاطر ما وجداناً و از نگاه اسلامی و شرعی هم ما مکلف هستیم که یک دوایی با کیفیت به مریض عرضه کنیم. و از نگاه تجارتی هم فابریکات کلان به خصوص شرکت‌های بزرگ دوایی یک مقدار پول زیاد روی از انکشاف ادویه مصرف میکنن و اونا شما میفهمید که از خود اعتبار و حیثیت و این چیزا بسیار برشان مهم است. از اون خاطر اونا تمامی از این شرایط را مراعات میکنن و هر کسی هم که نمایندگی فروشات میتن از اونا هم همین توقع دارن که همین شرایط مراعات کنن، به خاطر از اینکه اونا نمیخواین مارکتشون خراب شون. و از لحاظ تکنیکی هم ما بیشتر بحث میکنیم که چرا این ضرورت است و این یک جزء مهم است تضمین کیفیت میباشه. سلاید بعدی. اگر شما زنجیره اکمالاتی دوا را در نظر بگیرین، زمانی که از مانوفکچرر یا فابریکه این تولید میشه و تا زمانی که به یک مریض میرسه این تحولات زیاد را سپری میکنه و از این دیست به او دیست به اسلام میشه یا از فابریکه به نماینده فابریکه میره و از نماینده فابریکه به یک کمپانی ترانسپورت ممکن داده شه و بعض به گمرکات میره و از گمرکات بازم یک عمده فروش یا پرچون فروش و بالاخره به دواخانه ها و مرحله نهاییش به مریضا میرسه. در طول از این مدت احتمالات زیاد وجود داره برای اینکه دوا خراب شود. این احتمالات شامل است که دوای ما آلوده شود، دوای ما آلودگی متقابل پیدا کنه. باز انشالله سرار کدام از اینا بحث میکنیم و یا میکس اپ شود یا مغالطه شود با دیگه دوا و یا دیگه بچ دوا و یا تخریب شود. همین فرمولی که فابریکه جور کرده همین فرمولشان در جریان محافظه اگر شرایط نامناسب باشه این میتونه تخریب شود و یا تقلب هم شود. یعنی عین مارک و عین لیبل یک کمپانی که مثلا راجستر نیست یک جای ساخته و اینا میخواد از نام تجارتی یک کمپانی دیگه سوء استفاده کنه. این امکانات هم وجود داره. به خاطر که ما از این مشکلات جلوگیری کنیم استانداردی که در تمام جهان قابل تطبیق است و اجرایی است و جزء قانون است به نام Good Distribution Practice یک استاندارد عمومی است که از این خطرات محافظت میکنه. یعنی این نمیمونه که دوای ما تخریب شود، نمیمونه که دوای ما تقلب شود و اگر ما این سیستم تطبیق کنیم ما یک دوای مؤثر، مسئول و با کیفیت به یک مریض میرسونیم. سلاید بعدی. یکی از موضوعات بسیار مهمش موضوع درجه حرارت است. درجه حرارت برای اکثر دواها بین 15 تا 25 درجه تعریف شده. البته شما میتونید در هر لیبلی هر دوا بخوانید، این مختلف است، برای هر دوا فرق میکنه نظر به فرمول هر دوا و بر دوای یخچالی به صورت عموم 2 تا 8 است و بر دواهای غیر یخچالی بین 15 الی 25 است. اما
نظر به هر فرمولیشن هر کمپانی بازم فرق میکنه. حتی عین دوا مثلا پاراستامول اگر از کمپانی مختلف با فرمولیشن مختلف باشه ممکنه درجه حرارتی که اونا مطالعه کرده باشه یک کمی تفاوت کنه، اما چون ما شما میفهمیم که حال تجارت جهانی است و ما شرایط مثلا گدام یا نگهداری ادویه را بر هر دوا نمیتونیم مطابق فرمولیشن یک کمپانی خاص مثلا عیار کنیم. از خاطر کمپانی ها میخواین یک شرایط عمومی بسازن که او همون شرایط 15 الی 25 درجه است که تجارت تحصیل میکنه، یعنی بر هر کس میفهمونه که اینمی گدام شما به این شرایط باشه برای ما قابل قبول است. سلاید بعدی. چرا این درجه حرارت 15 الی 25 درجه مهم است و یا از کجا آمده؟ اگر شما به این دیاگرام نگاه کنین، این مراحل انکشاف یک محصول جنریک نشان میده. محصول جنریک در مقابل محصولی که پتنت هست یا محصولی که رفرنس هست، رفرنس لیست درگ میگه یا RLD، این تولید میشه. این مقایسه میشه که مثلا ما عین کیفیت محصول اصلی یا محصول پتنتی که یعنی ابداعی را ما میخوایم بسازیم و به خاطر از ساختن از این محصول جنریک شما باید تحقیقات در قسمت فرمولیشن کنین و این فرمولیشن میتونه مثلا یک بخش مهمش استابیلیتی است. در جریان استابیلیتی ما شما میفهمین که عمر محافظوی فرمولیشن ما چقدر است و از روی از این استابیلیتی ما تعیین میکنیم که همو شلف لایف یا عمر دوا چقدر است و ما به کدام درجه حرارت باید ایره نگهداری کنیم. از اون خاطر این یک مسئله مهم تکنیکی پیشتر عرض کردم که غیر از مسائل قانونی و اخلاقی مسئله تکنیکی است، یعنی بدون از اینکه ما شرایط مراعات یا بگیم اگر ما شرایط مراعات نکنیم همو استابیلیتی که مطالعه شده او دوا استابیلیتی خود نداره و متاسفانه قسمی که همکارا در سلایدهای قبلی هم عرض کردن جلسات قبلی، یعنی توسط لابراتوار حتی تشخیص شده نمیتونن که آیا این دوا کیفیت خود از دست داده یا نداده و از اون خاطر ما باید همون شرایطی که فابریکه تعیین کرده همون شرایط باید همیشه مراعات کنیم. سلاید بعدی. خب این استابیلیتی چرا هم انجام میشه؟ استابیلیتی در مجموع سه مدل داره. یکی است که ما بفهمیم که اگر دوای ما در شرایط خراب قرار بگیره کدام پاتوی ها یا دیگریدیشن پروداکت تولید میکنه و او را عملا ما میخوایم بفهمیم فقط در صورتی که دوای ما همین دیگریدیشن ها را تولید کنه آیا این دیگریدیشن ها از لحاظ کوالیتی و سیفتی چقدر تاثیر میکنه یا نمیکنه، یعنی همین محصولاتی که تولید میکنه آیا و مریض کدام تاثیر ناخواسته داره یا نداره. و دیگه مسئله اکسلریتد استادی مدل دومش است. زمانی که شما فرمول نو میسازین اون قدر وقت نیست که مثلا ما 2-3 سال صبر کنیم تا بسته عمر دوا رو بفهمیم. از اون خاطر یک پروتکلی قبول شده است که به نام اکسلریتد استادی میگم. در اونجا دوا رو معرض میکنیم به شرایط حرارت بالاتر و همچنان رطوبت بالاتر و از روی از اون ما یک تخمین میکنیم که عمر دوای ما چقدر است و در اونجا باز شرایط استاندارد است، یعنی درجه حرارت و درجه مقدار رطوبت به یک حد خاص وجود داره و از روی از او ما تعیین میکنیم که دوای ما معمولا شلف لایفش چقدر است و این ادامه پیدا میکنه. یعنی در این مرحله ما استابیلیتی ما تکمیل نشده. زمانی که ما دوا رو عرضه میکنیم به بازار فول تایم استابیلیتی میکنیم، یعنی همون مدت مکملی که مثلا عمر دوا 3 سال است یا 2 سال است یا 5 سال است به صورت عموم ما استابیلیتی رو مطالعه میکنیم و در اینجا هر نوع تغییراتی که آمد ما در قسمت معلومات لیبل دوا رو مثلا اون معلومات رو آپدیت میکنیم. از اون خاطر یعنی کمپانی شرایط خاص تعیین میکنه. وقتی که یک فرمول میسازه میگه ما گارانتی میکنم تا این مدت خاص را و اون در صورتی که شما این شرایط ما را مراعات کنید، یعنی مثلا درجه حرارتی که گفته شده در روی لیبل مثلا 15 25 یا 2 تا 8 یا شرایط دیگه، اگر شما این شرایط مراعات کنین این دوای ما به اون مدت خاص همون تاثیر خود داره و همچنان مسئول است. اگر این شرایط مراعات نشود پس او دوا کیفیت لازم نداره و مسئول هم نیست. مثلا در این گراف شما اگر ببینید به صورت عموم
همین پتانسی دوا بگیم تا 95% قابل قبول است. وقتی که استابیلیتی مطالعه میشه تا می جریانی در این نظر به این فرمول اکسلریتد یا مثلا لانگ ترم استابیلیتی استدی تا آخر عمرش معمولا از 100% همین پتانسی به 95% کاهش پیدا میکنه و بعد از 95% دیگه قابل قبول نیست. یعنی اگر کیفیت دوا از 95% پایین بیه او از نگاه علمی بگیم یا از نگاه استاندارد فارماکوپی به مریض دیگه تجویز نمیشه، یعنی قابل تجویز نیست. از اون خاطر اونمو مدت آخرش مدتی است که همو شلف لایفش است، یعنی تا مو حد اصلا ما تاریخ میزنیم مثلا به حساب ما اگه حساب کنیم مثلا این دوایی که مطالعه شده 36 ماه وقت داشته که 3 سال میشه و از خاطر در روی لیبلش مثلا تاریخ تولیدش 2013 و همچنان انقضای 2016 که 3 سال است میآید. و اگر ما این فقط شرطش به این است که اگر ما همون شرایطی که فابریکه گفته یا مثلا مطالعات انجام شده همون شرایط مراعات کنیم. اگر او شرایط مراعات نکنیم این عمرش کم میشه و معلوم نیست که چقدر میشه دیگه. از خاطر این 100% مهم است که ما همون شرایطی که در روی لیبل دوا گفته شده نظر به او شرایط ما دوای خودم محافظت کنیم. سلاید بعدی. خب ما یک سروی انجام دادیم همراه همکارای خود سابق و اینجا عمر دوا را که در بازار عرضه شده بود یک تخمین کردیم. عمر مکملش در لیبل هست، یعنی ما دیدیم که مثلا به حساب روز البته تعیین کردیم که به حساب سال میشه او را محاسبه کنیم. اکثر دواهایی که ما محاسبه کردیم در بازار عمر 3 سال دارد، یعنی فرمولشنش همون مسئله 3 سال در نظر گرفته و او 3 سال زمانی است که ما در گدام‌های خود همون شرایط مناسب داشته باشیم. در صورتی که ما شرایط مناسب نداشته باشیم دوا قابل استفاده نیست. باز میریم که چرا قابل استفاده نیست، در سلاید بعدی میاد. و برای محصولات صحی و بعضی ادویه حتی تا 5 سال هم است، یعنی استابیلیتی اونا تا 5 سال تعیین شده و عمر بیشتر داره. اما دواها بیشترش در بازار که هست عمرش 3 سال است و البته بعضی دواها و بعضی لوازم لابراتوار عمرش کمتر است به خاطر که اونا مواد مثلا بیولوژیکی چیزا داره و اونا شرایط خاصی ذخیره هم حتی داره، مثلا درجه یخچالی چیزا، و همچنان اگر بیولوژیکال باشه عمرش معمولا کمتر است. اینا تا 1 سال معمولا وقت داره عمر مکملشون. یعنی خب در این سلاید همون مسئله قبلی است که گفتیم چرا قابل استفاده نیست. اگر شما با راپوری بخش کوالیتی از USFDA ببینید در سال 2022 اینا تعداد زیادی دوار از مارکت ریکال کردن. ریکال به این معنی است که از مارکت دستور دادن که جمع شوه، این خود فابریکه ریکال نکرده، اینا را توسط تفتیش USFDA ریکال شده. و دلیلش چی بوده؟ دواهای بسیار ساده بوده، مثلا پاراستامول بوده، اکسیمتازولین بوده و غیره، دواهای بسیار ساده و معمولی به نظر میرسه. اما اینا به خاطر ریکال شده که کمپانی که مثلا اینا رو در بازار عرضه کرده گدامایش استاندارد نبوده، گدامایش مثلا همون شرایطی که در لیبل گفته شده اون شرایط مراعات نکرده. خب وقتی که گفته این شرایط ما مراعات نکنیم خود USFDA هم میگه که دیگه شلف لایف دوا متاثر میشه، عمر دوا کم میشه و همچنان مسئولیتش زیر سوال میره، دیگه دوا سیف نیست و همچنان موثریتش هم زیر سوال است، افکتیو نیست. از اون خاطر این دیگه وقت نیست که ما به لابراتواری رو ببریم دوباره تست کنیم که آیا دوای ما با کیفیت است یا نیست. این مستقیم ریکال میشه، یعنی دیگه غیر قابل استفاده میشه. یعنی مسئله بسیار حساس است در دیگه کشورها، چون جزء قانون است و بسیار مهم است. متاسفانه در کشور ما هنوز این تطبیق نشده، اما اگر تطبیق شود شما میفهمید که بسیار یک امر حیاتی و مهم است بر دواها، موضوع شرایط ذخیره و به خصوص درجه حرارت. سلاید بعدی. این هم سروی است که ما اطلاعات از اینترنت و بعضی منابع دیگه خود ما مطالعه کرده بودیم. درجه حرارت بر ماه‌های مختلف سال است، البته این ماه‌هایی که مهم است رو به شما آوردیم. ما در طول 12 ماه مطالعه کردیم اکثر ولایت افغانستان. درجه حرارت مثلا در زمستان شما میفهمید که اقلیم افغانستان چی است؟ سب تروپیکال یا حاره‌ای است. معمولا تابستان بسیار گرم میشه و زمستان بسیار سرد و این ما یک کشور کوچیک هستیم در مقایسه بگیم در دیگه کشورهای دنیا.
و کمپانی های تولیدی دوا معمولا فرمولشن خود مثلا به شرایط آبهای افغانستان عیار نمیکنن. اونا هم شرایط عمومی را مثلا معمولا میسنجن، یا کشورهای مثلا پیشرفته را بیشتر مورد هدف قرار میدن، یعنی کشورهای آمریکا و اروپا که مثلا آب و هوای معمولا سرد دارن، و یا کشورهای جنوب که معمولا تروپیکال هستن و آب و هوای بسیار گرم دارن. اما شرایط افغانستان آب و هوایش استثنایی است، یعنی زمستان سرد و تابستان به شدت گرم است و ما در اینجا نیاز داریم که یک شرایط تعیین کنیم که بر دواهای ما مسئول باشه. اگر مثلا ما فابریکه تولید دوا در افغانستان هستیم، باید این شرایط در نظر بگیریم وقتی که ما فرمولیشن دوا را تعیین میکنیم. اگر ما مثلا دواها رو وارد میکنیم و اینا مریض ارزان میکنیم، باید گودامای ما شرایطی که مثلا در لیبل کمپانی گفته شده باید داشته باشیم. مثلا در ماهای جون، جولای و اگوست که تابستان است معمولا در افغانستان، شما میبینید درجه حرارت هوا در اکثر جایا همو مینیمم و اوریجش اگه ببینین از حد استاندارد بالاست، یعنی از 25 درجه بالاست درجه حرارت محیطی. و از خاطر گودامای ما که هست باید استاندارد باشه، یعنی ما گودام خود باید سرد بسازیم به این شرایط و به خاطر از این سرد ساختن ازش ما میفهمیم که یک مقدار امکانات کار داره و یا بگیم از دیزاین انجینری بسیار خوب کار داره که مثلا عایق سازی شود و تا انرژی کمتر مصرف کنه، چون ما شما برق ما مثلا مشکل داره، و یا انرژی آفتابی استفاده شود که باز در قسمت راه حلش باز ان شاء الله میایم. اما شما بفهمید که درجه حرارت تابستان و زمستان در افغانستان نوسان بسیار شدید داره. زمستان دوای ما به خطر یخزدگی مثلا مواجه است. اگر شما دوا را گودام نگاه کنین یا بخصوص انتقال بدین در یک راه، مثلا دواهای ما مایع باشه، احتمال زیاد داره که مثلا به یخزدگی و سرما معرض شود و او هم استابیلیتی دوا را دچار مشکل میکنه. و در تابستان گرما و این گرما شما میفهمید که گرما سر دوا باعث از این میشه که دوا مثلا ریاکشن نشان بده، یعنی ریاکشن کیمیایی بین اجزای دوا به وجود بیاد و باعث از این شود که دوا همون تاثیر خود نداشته باشه و تخریب شود. سلاید بعدی. خب دوا دیتو یکی از دوستان صدایشون میاد. خب یکی از خطرات دیگه که هست احتمال آلودگی هست، البته بخصوص آلودگی های میکروبی است. شما میفهمید که یک تعداد محصولات صحی و ادویه استریل است و این باید به پکیج و یا بسته‌بندی اصلی نگهداری شود و اگر گودام شما پاک و منظم نباشه و یا بعضی مشکلات آلودگی میتونه از خود فابریکه هم حتی باشه، یک در شرایط استاندارد تولید نشده باشه، شما بتونین در زمان دریافت او را تشخیص کنین. بازم اینا دواهایی است که قابل استفاده نیست و یکی از مشکلاتی است که در جریان عرضه معمولا بیشتر به وجود میاد، اما در جریان تولید کمتر، به خاطر که او کنترل میشه و نهایتا چک میشه که مثلا مشکل آلودگی نداشته باشه. اما بازم بعضی وقتا هست، یعنی مثلا سرومی که در شرایط استریل تولید شده شما ببینید داخلش یک لکه هست، یعنی بعضی وقتا یک اشتباه از طرف فابریکه هم صورت میگیره و یا بعضا به خاطر این لکه ها به خاطر چی هم به وجود میاد، به خاطر شرایط نامساعد محافظوی. اگر شما این رقم مثلا لکه ها را داخل یک محصول معقم یا شفاف دیدین، و مثلا محصول باید تخمین شود، قرنطین شود. سلاید بعدی. مسئله دیگه مسئله کراس کانتامینیشن است که بازم زیادتر در سطح فابریکه رخ میده، اما میتونه در جریان سپلای چین هم رخ بده. در سطح فابریکه یعنی معمولا اگه شما در خبرها شنیده باشین یک کمپانی اشتباهاً مثلا دوایش یک چیز بوده، لیبلش یک چیز دیگه بوده. اینا مغالطه بسیار خطرناک است، به خاطر که مثلا سر مریض بسیار تاثیر عوارض جدی داره. اما مغالطه در جریان سپلای چین زمانی میشه که شما مثلا دوای شما بشکنه و آلودگی از یک دوا به دیگر دوا انتقال پیدا کنه و در جریان تولید نمونه دیگه چیست که مثلا شما یک بیچ تولید میکنین و پشتش یک بیچ دیگر تولید میکنین و یک مقدار آلودگی از بیچ قبلی میاد روی بیچ بعدی و یا از یک دوای قبلی به دوای بعدی. اما در جریان سپلای چین این مشکل همچنان زمانی است که مثلا یک دوا شکسته میشه و این آلودگی های زیاد مثلا پاشیده میشه روی دواهای دیگه. به خاطر از این شرایط حمل و نقل و نگهداری ادویه باید مناسب باشه تا از این آلودگی ها ما جلوگیری کنیم. سلاید بعدی. و دیگه ای که شما اگر در گودام هستین یا مثلا در
هولسیل یا عمده فروش هستین، شما هیچ وقت دوای خود به شکل پرچون یا مثلا رقمی ویولا در دیگر کشورها که اجازه نیست که بفروشن و از خاطر با بسته بندی اصلی خود همیشه باید اینا فروش شود، به خاطر که اگر شما این رقم بفروشین احتمال شکستن و کراس کانتامینیشنش زیاد میشه. سلاید بعدی. و مسئله دیگه مغالطه دواها است که شما باید گدام شما به شکل منظم هر دوا مثلا جای مشخص داشته باشه، کد مشخص داشته باشه و مسئله بچ تریسینگ زیاد مهم است. یعنی شما یک دیتابیس داشته باشین که تمام بچ نمبرهای دوا در او ثبت شود و با کی شما این بچ ها را مثلا فروختین. اگر داینده کدام مسئله ریکال اینا میشه، از پیش شما مغالطه نمیشه که مثلا این بچ به کی فروش رفته و یا در کجا هست. مثلا در کدام اگر شما به هر بچ به شکل جدا نگهداری کنین، شما میفهمین که بچ دوا مثلا در کجا هست و یا او بچ دیگهش. اگر مثلا این شرایط شما کدام سیستم ریکاردش نداشته باشین و همچنان گدام شما بسیار خرد باشه و امکان مغالطهش بسیار زیاد است. سلاید بعدی. یک مسئله دیگه در جریان سپلای چین مسئله تقلب است یا کانترفیت که یک مشکل جدی است و این را شناسایی ازم و همچنان حتی تشخیص لابراتوری ازم بسیار سخت است، به خاطر که ممکنه دوای تقلبی عین قواره یا حتی بعض وقتا عین دوای اصلی را داشته باشه. از خاطر مسئله ازی بسیار سخت است که ما تشخیص کنیم که مثلا این دوای ما تقلبی است یا اصل است. و به خاطر از اینکه ما از این مشکل جلوگیری کنیم، ما باید از نمایندگی‌های رسمی یک فابریکه دوا را تهیه کنیم. یعنی دواخانه میره از عمده فروش باید نماینده رسمی یک فابریکه باشه. غیر از صورت اگر این زنجیره نباشه واقعا سخت میشه که دوا مثلا سپلای چین یا زنجیره عرضه از کجا بوده. اگر ما این منبع شناسایی کردن نتونیم، ممکنه مثلا کسایی باشن که در این زنجیره رخنه پیدا کنن و دواهای تقلبی در مارکت عرضه کنن. این یک تمام کامپوننت جی دی پی هست که با مثل اگر شما مطالعه کرده باشین جی ام پی را، مثل تقریبا یه مشابه جی ام پی است. یعنی از همون نشأت گرفته. یعنی زمانی که سابق جزء خود جی ام پی بوده، اما چون مسئله سپلای چین و اینا بسیار مسئله کلان شده، آهسته آهسته این را جدا کردن از جی دی پی، از جی ام پی به حیث یک استاندارد خودش به نام جی دی پی که در این استاندارد شما باید سیستم کوالیتی منیجمنت داشته باشین و پرسونل، موضوع پرسونل است مثل عین جی ام پی که مثلا پرسونل شما باید ترنینگ دیده باشه و کافی باشه و تخصصی باشه و دیگه پرمیزز اند اکویپمنت یا مسئله خود زیرساخت هاست یا گدام های شماست که باید همچنان لوازمی که در گدام ضرورت است، مثلا خود سیستم سرد کننده، سیستم گرم کننده یا سیستم کنترل حرارت، اینا باید در گدام شما موجود باشه. و دیگه مسئله دوکیومنتیشن است. تمام کارهایی که شما در یک گدام انجام میدین که در زنجیره عرضه دوایی ای باید ثبت شود. مثلا درجه حرارت ثبت شود، اگر دوا ریکال میشه باید ثبت شود، اگر دوا ریترن میشه مثلا ثبت شود. همچنان مسئله اپریشن است که گفته دوا باید با مو استانداردی که گفته شده با مو استاندارد نگهداری عرضه و توزیع شود که باز ان شاء الله سر از سلایدهای بعدی میایم. و مسئله بعدیش کامپلینت است و ریترن است. یعنی یک سیستم کامپلینت یا بگیم شکایت وجود داشته باشه. وقتی که شما یک دوا را میفروشین به یک مشتری، او بتونه اگر کدام مشکل باشه به شما راجع کنه، یک شکایت رسمی درج کنه و همچنان اگر او حق داشته باشه که دوا را مسترد کنه، مثلا دلایل خود داشته باشه که من دوای شما مثلا با معیارات مثلا لازم نداره، از اون خاطر ما مسترد میکنیم. و در صورتی که شما گدام ندارین و گدامای خود به قرارداد میتین و یا اینکه مثلا بعضی کارهای استاندارد مثلا به قرارداد میدین، مثلا در قسمت ویست منیجمنت یا بگیم دوایی که اکسپایر میشه شما مثلا شما نمیتونین امکانات ندارین، میرین به یک طرف دیگه قرارداد میتین. و یا مثلا در قسمت کالیبریشن شما قرارداد میکنین با یک کمپانی دیگه. به خاطر از این قرارداد هم باید سیستم وجود داشته باشه که شما از اونها نظارت کنین و اهلیت از اونها را ثابت کنین و مطمئن شوین که اون قراردادیایی که شما انجام میدین مناسب است.
و دیگه مسئله سلف انسپکشن است. سلف انسپکشن یعنی ارزیابی خودی است. در سیستم جی دی پی باید سالانه، حداقل سالانه یک دفعه، و اکثر کمپانی ها مثلا ایرا بیشتر انجام میتن، مثلا در هر ربع یا هر 6 ماه یک دفعه انجام میتن. ارزیابی است که ما آیا چقدر به استاندارد جی دی پی عیار هستیم یا نیستیم. و دیگه مسئله ترانسپورت است که ما باید شرایط ترانسپورت حمل و نقل ادویه را طور عیار کنیم که امو درجه حرارت لازمه مراعات کنیم در طول انتقالات همچنان. و در قسمت بروکر هم مثل هم قراردادی است که اگر ما یک کار را به یک نهاد دیگه میسپاریم باید از اونها نظارت جدی انجام بدیم. خب سلاید بعدی. خب ما چه قسم یک بگیم سیستم کوالیتی منیجمنت و جی دی پی را میتونیم تطبیق کنیم به سطح یک شرکت یا فابریکه و یا به سطح ملی. اگر به سطح ملی فکر کنیم، مثلا در افغانستان ما باید یک جزء قوانین ملی باشه، جزء کوالیتی اشورنس پالیسی باشه و همچنان لایحه شما میفهمید که در افغانستان قانون دوا هست، بعد از اون مقرره است و لایحات لوایح مربوط است و این باید جزئی از اون قوانین و مقررات و لوایح باشه. و اگر شما یک فابریکه مثلا تولیدی یا همچنان شرکت تولیدی هستین، بازم شما میتونین یک پالیسی تضمین کیفیت داشته باشین و مقررات داشته باشین یا پروسیجرهای کاری و همچنان راهنمودهای کاری و تمام فعالیت ها باید ثبت شود. یعنی سیستم تطبیق از بسیار مشکل نیست، اما یک منیجمنت درست کار داره که شما یک پالیسی داشته باشین، نظر به او پالیسی شما مقررات تدوین میکنین و مقررات وقت فعالیت ها انجام بدین و فعالیت ها ثبت میشه. در فعالیت ها در کجا ثبت میشه؟ مثلا در لاگ بوک ها و همچنان در روی کاغذ بیشتر ثبت میشه و اما بعض وقتا سیستم الکترونیک هم هست. یعنی حالا مثلا دستگاه هایی که برای درجه حرارت دیپوها هست معمولا اتومات ثبت میکنن به صورت مستمر، اینا هم قابل قبول است. یعنی رکوردی که به شکل اتوماتیک ثبت شده باشن میتونه باشه. سلاید بعدی. کامپوننت اولش قسمت کوالیتی منیجمنت سیستم است که در این کوالیتی منیجمنت سیستم باید ما یک سیستم خود کوالیتی رو تعریف کنیم و در این سیستم کوالیتی مثلا چه چیزا شامل است که ما ساختار و تشکیلات همون نهاد است. مثلا اگر شرکت است رئیسش کی است، معاونش کی است و مسئول فنیش کی است و همچنان کارمندای دیگه فنی و غیر فنی. و بعد از اون پروسیجرهای کاری است. یعنی ما به خاطر که ما به هدف خود کیفیت است نزدیک شویم، ما باید برای هر کار یک اصول کاری استاندارد داشته باشیم که معمولا در قسمت فارمسی به نام SOP یاد میشه. و منابع پروسس کنترل هم داشته باشیم. یعنی ما از منیجمنت خود از همون کمپانی باید همیشه به خاطر از این کنترل پروسه هایی که در شرکت هست باید انوالو باشه. یعنی اونا همیشه مثلا با مسئول فنی همکاری داشته باشه و همچنان منابع کافی داشته باشیم و پرسنل کافی و قسمت دیویشن یا انحرافاتی که وجود داره اینا باید ثبت شود. یعنی اگر ما هر وقت از استاندارد عدول میکنیم او را به نام دیویشن میگه و این دیویشن باید تاثیرش روی دواهایی که مثلا در گدام است باید ارزیابی شود و اگر دیویشن جدی بود بعض وقتا حتی دوای ما مثلا به هدر میره. اگر دیویشن کم بود بازم ریکورد میشه و در آینده مثلا اگر دیویشن دوباره ریخ داد و اینا تاثیر جمعیش مطالعه میشه که مثلا آیا چقدر مثلا ما مثلا تمپریچر دیویشن در گدام خود داشتیم در طول از این مدت و کدام دواها نگاه شده بود، آیا تاثیر جمعی از چقدر است. به خاطر از اون ما باز میتونیم کاپا پلان یا کورکتیو و پریونتیو اکشن داشته باشیم. یعنی اگر یک دیویشن بار در سیستم شما رخ میده شما باید کورکتیو و پریونتیو اکشن داشته باشین. اینجا دوستان گفتن لینک کار نمیکنن. خب فکر کنم بعضی کسایی به میتینگ جوین کردن نتونستن. متاسفانه همکارای ما باز میتونن همراهشان گپ بزنن. خب ما براتون لینک جدید شریک کردیم خاطرتان چند پیش بریم. درسته، تشکر دکتر. دیگه در قسمت علی درست شد. ما سوال داشتیم، علی درست شد استاد محترم. تشکر.
دیگه در قسمت کوالیتی منیجمنت سیستم باید مدیریت قراردادی وجود داشته باشه. یعنی تمام فعالیت هایی که پیشتر هم گفتم اگر ما قرارداد میکنیم باید از اونها نظارت کنیم و همچنان ریویو اف منیجمنت وجود داشته باشه. یعنی خود مدیریت عمومی از اون فابریکه یا شرکت مسئول است که تمام پروسه هایی که یا عملیات که در اون شرکت انجام میشه باید نظارت کنه و هر گونه مشکلی که رخ بده یعنی با مسئول فنی همکاری کنه و حمایت کنه. و دیگه کوالیتی ریسک منیجمنت، یعنی اینجا زیادتر وظیفه خود مسئول فنی است که تا ارزیابی کنه که چی خطراتی مثلا برای دواها موجود است و این چقدر سر کوالیتی دوا تاثیر میکنه و این خطرات بتونه مثلا یک راه حل برایش پیشنهاد کنه و پیش از پیش یک راهکار داشته باشه. خب استاد محترم بازم از ما قطع شد، نمیفهم چرا سلایدا قطع شد. درست شد. استاد محترم ما شما صدای شما را داریم. تشکر. خب در قسمت بعدیش استاندارد اپریتینگ پروسیجر یا SOP است. یعنی شما اگر در یک فابریکه دوا، در شرکت دوا یا در مجموع در فارماسیوتیکال مارکت کار کنین باید بر تمام فعالیت خود یک طرز العمل استاندارد داشته باشین که به نام SOP یاد میشه، مخففش یا استاندارد اپریتینگ پروسیجر. مثلا warehouse qualification، یعنی یک SOP باید وجود داشته باشه که شما چه رقم اهلیت یک گدام ارزیابی میکنین. یعنی شما چطور میفهمین که یک گدام مناسب است بر ذخیره دوا یا نه. یعنی پیش از اینکه شما یک گدام مثلا قرارداد بگیرین یا بخواین مثلا دیزاین کنین، شما میرین او را مطالعه میکنین به خصوص از نگاه درجه حرارت که آیا این مناسب است در طول مثلا یک مدت مشخص یا نه. سیستم انرژی که مثلا در اونجا هست آیا ثبات داره یا نداره. و همین رقم بعضی پروسیجرهای دیگه مثلا میتونه داخل از شامل شود. و همین رقم وسایل و ابزاری که شما استفاده میکنین باید کوالیفیکیشن پاس کنه. مثلا درجه حرارت شما نیاز به ترمومتر دارین. ترمومتر شما آیا استاندارد است یا نیست؟ یعنی همون درجه حرارت درست نشان میده یا نمیده. و یا مثلا شما از یخچال استفاده میکنین، آیا یخچالایی که استفاده میکنین برای دوا مناسب است؟ یعنی نباشه که بعضی یخچالا بر مواد غذایی باشه شما اون بر دوا استفاده کنین بعدن سر دوای شما تاثیر منفی کنه به خاطر که مثلا رطوبت زیاد داشته باشه یا اینکه درجه حرارت درست کنترل نکنه. از خاطر اگر شما دیده باشین یخچالای دوا خاص است، به خصوص یخچالایی که معمولا واکسین است، اینا بسیار استاندارد است و همچنان همین یخچالا باید بر دوام استفاده شه. یخچالای واکسین که مثلا WHO برای یک سیستم تعریف کرده که به نام پری کوالیفاید میگه. شما اگه در وبسایتش برین میتونین ببینین که کدام شرکت ها مثلا یخچالای استاندارد عرضه میکنن. یعنی اگر شما بخواین از اون یخچالای استفاده کنین و یخچالای استاندارد بر دوا باشه میتونین یک کمکی مثلا وبسایت WHO که همو به شما معرفی میکنه کدام شرکت ها یخچالای استاندارد داره. همین رقم ترانسپورت کوالیفیکیشن، یعنی اگر موتری که شما قرارداد میکنین معمولا بر دواها تمام کشورها نگوییم هم کشورهای پیشرفته کلش از موترهای تمپرچر کنترل استفاده میکنن و پیش از اینکه موتر قرارداد کنن اول چک میکنن که آیا سیستم درجه حرارتش واقعا مناسب است یا نیست. یعنی داخلش یک شخصی تکنیکی بعض دستگاه درجه حرارت مثلا داخلش نصب میکنن و او را ارزیابی میکنن. بعد از یک مدت چک میکنن که مثلا این کانتینر یا موتر آیا مثلا همین درجه حرارت رو میتونه نگاه کنه یا نکنه. اگر تا نیست بازی کوالیفای میشه بازی را شما میتونید استفاده کنید. و همین رقم شما میتونید بر تمام سایر پروسیجرهایی که مثلا ضرورت است برای یک زنجیره عرضه دوایی شما SOP داشته باشین که اینجا مثلا نامش از تمپرچر کنترلینگ، یعنی ما چه رقم درجه حرارت هم کنترل کنیم. یعنی معمولا در افغانستان یک فرهنگ شده که میگن شما درجه حرارت دپو را روزی 2 دفعه برسانید. این کافی نیست. عالی رساندنش یک گپ است، کنترلش مسئله دیگه است. هدف ما است که همون درجه حرارت دپو حفظ شود تا مدت، یعنی همیشه به صورت متواتر. و حال حتی دیگه کشورها که هست از این سیستم بگیم روز 2 دفعه هم حتی قبول ندارن، باید میگن به شکل متواتر ثبت شود. به شکل متواتر چه رقم ثبت میشه که توسط دستگاه‌های خودکار ثبت میشه که او درجه حرارت
به شکل 24 ساعت به شما اندازه میکنه و این را ذخیره میکنه و این را به کامپیوتر ارسال میکنه و اگر حتی از این نوساناتی که شما مثلا ثبت میکنین که بین 2 تا 8 باشه یا مثلا 15 الی 25 باشه، اگر هر نوع دیوییشن رخ داد این به شما راپور میده، مثلا راپورش میتونه در ایمیل شما بیاید یا مثلا در شکل اس ام اس در موبایل شما مثلا مسئول فنی هستین بیاید و این رقم سیستم کنترل حرارت وجود داره. اگر مثلا بالا رفت پایین رفت همون سیستم سرد کننده و یا گرم کننده دپو شما روشن میکنین و همین رقم دیویشن است که ما عرض کردیم. اگر کدام انحرافی صورت گرفت و مطالعه میشه که تاثیرش روی دواها چقدر است و مسئله ریکال است، کنترل درگ است. مثلا شما میفهمید که دواهای کنترل درگ تدابیر بیشتر کار دارن به خاطر که اینا در دسترس مثلا بدون نسخه در دسترس کسی قرار نگیره یا کسی از اینا سوء استفاده نکنن. همچنان مسئله پاکی و صفایی دپو و همچنان کنترل آفات و حشرات است و همچنان ترینینگ و همچنان کنترل مثلا تقلب یا جلوگیری از تقلب برای تمام از این مسائل، یعنی شما و همچنان تمام سایر مسائل مثلا که در دپوی شما هست شما باید اس او پی داشته باشید. خب سلاید بعدی جزء دیگه ای از جی دی پی مسئله پرسونل است. در پرسونل شخصی که زیاد رول مهم داره ریسپانسیبل پرسن تعریف شده در انگلیسی که ما و شما خوشبختانه سابق هم داشتیم به نام مسئول فنی. یعنی اصطلاح ترجمه تحت لفظیش هم حتی به مو سر میخوره که ریسپانسیبل پرسن یا شخص مسئول یا مسئول فنی و این مسئولیت داره که همی کوالیتی منیجمنت سیستم و همی اس او پی را تدوین کنه و در سطح همون فابریکه و در سطح شرکت این را تطبیق کنه و همچنان این مسئول فنی مسئولیت داره تا تمام اس او پی هایی که مثلا این تدوین میکنه این را به سایر همکارای خود شریک کنه و اونا را ترینینگ بده. خب سلاید بعدی در قسمت تجهیزات و خود پرمیزیس یا خود گودام ها ما باید مسئله کوالیفیکیشن قبلا عرض کردم باید در نظر داشته باشیم و همچنان مسائل سکیوریتی و همچنان مناسب بودن ظرفیت و گپای دیگه هم هست. اما مهمتر همون مسئله درجه حرارتش است. شما چرا مثلا درجه حرارت کنترل میکنین؟ باید به انرژی ضرورت دارین. حالا در افغانستان ما یک مشکل ما داریم که مشکل برق و چیزا هست، اما خب انرژی هست، بخصوص انرژی آفتابی و چیزا، اما اینکه ما از او استفاده کنیم و این فکر کنیم که لازم است بر دوا. از اون خاطر حالا نمونه های مثلا زیاد و آسانش آمده که شما میتونین از او استفاده کنید. مثلا یخچالی که میبینین میتونن با سیستم سولار نصب شوه و نیاز به برق مثلا شهری نداشته باشه. و همچنان دستگاهی که شما میبینید در وسط یک دستگاهی است که درجه حرارت به شکل متواتر اینا به شما اندازه گیری میکنه و این را میتونه به کامپیوتر راپور بده یا مثلا به ایمیل شما و یا ای که شما میتونید از روی دیتابیس خود داخل از این مثلا بروین و تمام سابقه درجه حرارت ببینین و یا ای که مثلا اگر انحراف رخ داد به شما یک پیام بده، مثلا سیگنال میده یا با موبایل شما بعض وقتا بعض دستگاهی زنگ میزنن، اما معمولا شون مثلا شاو کسی در گودام نیست، شما در خانه هستین، از اون خاطر بهترین راهش است که مثلا به شما اس ام اس یا ایمیل بیاد و مسئول فنی حتی شاو مکلف است که چک کنه که آیا اگر این نوسانات زیاد است، یخچال مثلا دوایی که در یخچال است یا دوایی که در دپو است معرض به حرارت بسیار بالا یا پایین شده، او مکلف است که دستور فنی صادر کنه که مثلا پرسنلی که در دپو کار میکنن مثلا چی کار کنن، آیا مثلا برق قطع شده برق دوباره وصل کنن و یا اینکه مثلا سیستم گرم کننده یا سرد کننده خود دپو را خاموش روشن کنن. در هر صورت نظر به لزوم دید. یعنی سیستمی است که در افغانستان در مؤسسات بین المللی بگیم این سیستم دارن، جایی که ما کار میکنیم این سیستم داشتیم و تمام کشورهای دیگه پیشرفته هم این سیستم داره و مسئله شرکت ها بعضیش تا جایی که ما شنیدیم البته یگان شرکت ها این سیستم آوردن و ما امیدواریم که در آینده شرکت های بیشتر بتونه این سیستم بیاره و تطبیق کنه. در قسمت کوالیتی اشورنس و همچنان جی دی پی مسئله مهم قسمت مستندسازی است. یعنی هر فعالیتی که شما انجام میتین باید این ثبت شوه و راجستر شوه. مثلا شما درجه حرارت دپو ثبت میکنین، باید ثبت شوه و ثبوتش موجود باشه. شما میفهمین که
از نگاه قانون جی ام پی بگیم یا جی دی پی، هر دوش یک چیز است. معمولا تا اسناد از تا 6 سال حفظ میشه. یعنی اگر یک کسی می شما را تفتیش میکنن، مثلا اف دی ای می شما را تفتیش میکنن و ببینن که در میگن شما سیستم ثبت درجه حرارت دپوی خود با ما نشان بده، باید معمولا بسیار سادهش باید 6 ماه گذشته خود شما دفعتا نشان بدین. اما میتونن از تا 6 سال گذشته هم شما حفظ کنین به حیث آرشیو و مثلا اسناد داشته باشین. و دیگه این گفته باید بسیار واضح باشه، یعنی خط خوردگی چیزا قابل قبول نیست. اسناد حفظ میشه که بسیار واضح، خانه و همچنان با زبان بسیار واضح نوشته شده باشه. و همچنان مسئول فنی را همیشه باید امضا کنه، یعنی مسئول فنی تایید کنه که مثلا ما دیدیم درجه حرارت دپو همین قدر در این ماه گذشته بود و این را تایید کنه. اسلاید بعدی از لحاظ استاندارد مثلا نوشتن با پنسیل چیزا مثلا اجازه نیست و همچنان قلم سرخ چیزا معمولا استاندارد نیست. از اون خاطر قلم آبی یا سیاه معمولا استفاده میکنن و باید پرمننت اینک داشته باشه یا مثلا رنگایی که باشه که دائمی باشه. و دیگه اگر شما مثلا کدام اشتباه میکنین ایرا باید یک خط کوچیک کش میکنین. شما در تمام استانداردهای فارماسی رو شاید خوانده باشین که یک خط کوچیک کش میکنین، در پالویش همون چیزی که درست است رو نوشته میکنین و این رقم نمیشه که باز بخیر دیگه خط خطی کنین که او خوانده نشه و باز رو یک چیز دیگه در پالویش نوشته کنین. فقط یک خط میکنین که مثلا ما یک چیز اینجا اشتباه نوشته کردم و در پالویش همون چیزی که اصلاح شده رو نوشته میکنین، باز یک امضا و تاریخ هم میکنین که مثلا ما اصلاح کردم در این تاریخ و نوشته قبلی ما یه چیز بود. به خاطر که ما نمیخوایم مثلا در دوا اینجا به اصطلاح تقلب کنیم، یعنی تقلب یا مثلا همین جعل اسناد هم اجازه نیست. یعنی کسی نمیتونه درجه حرارت بالا رفته باشه و انکار کنه بگه که مثلا ما اینو هاید کنیم یا اینا. یعنی در مجموع هیچ چیز سند، یعنی تمام فعالیتایی که میشه همون شکلی که وجود داره باید این سندش موجود باشه و اگر انحرافی هم که صورت میگیره این تاثیرش باید مطالعه شود. و اگر مثلا شما شرکت تولیدی هستین نمیفهمین که مثلا آیا سردوا تاثیر کرده یا نکرده، شما باید با فابریکه‌ای که مثلا تولید کننده از این دوا تماس میگیرین، باز او بر شما نظر به مو استابیلیتی دیتایی که دارن ایرا به شما مثلا فیدبک میتن که آیا مثلا این تاثیری که دیویشنی که رخ داده تاثیرش روی دوا بوده یا نبوده. از اون خاطر میشه دوا قابل استفاده است یا نیست. یعنی گپ مثلا تنها فابریکه میتونه بگوید، حتی اف دی ام که مثلا کوالیتی کنترل کنه ایره تشخیص کردن نمیتونه، به خاطر که خیلی چیزا با کوالیتی کنترل معلوم نمیشه و دیدن نمیشه متاسفانه. اسلاید بعدی. خب در قسمت اپریشن یا فعالیت هایی که در قسمت نگهداری و توزیع دوا است، همین رقم باید مطابق مشخصاتی که از قبل برش تعریف شده شما همون رقم این دوا را به اصطلاح نگهداری و توزیع کنین و این معمولا شرایط در خود لیبل ها و بسته‌بندی های دوا درج میشه. مثلا در روی لیبلش درج میشه که درجه حرارتش قدر باشه یا ای که با احتیاط مثلا این را شما باید حمل کنین و ای که نوشته میشه که UN کد. UN کد یعنی در تجارت بین‌المللی است که زمانی که شما دوای تحت کنترل یا دوای خطرناک مثلا انتقال میتین و یک کد نمبر مخصوص داشته باشه، نظر به او پروتکل خاص داره که مثلا شما باید به اون شرایط خاصش دوا را جابجا کنین. و همچنین مسئله کوالیفیکیشن و ارزیابی سپلایر است. در صورتی که شما یک سپلایر را به اصطلاح اهلیتش هم میخواین ارزیابی کنین، اولین چیزی که مهم است باید اون نمایندگی رسمی یک فابریکه داشته باشه. یعنی وقتی که شما یک دوا رو میخرین باید از یک نمایندگی رسمی بخرین. این بسیار مهم است، به خاطر که شما مطمئن بشین که دوایش مثلا تخلبی و چیزا نیست و نمایندگی رسمیش یعنی یک تفاهم نامه یا نمایندگی رسمی شما میفهمید که چه رقم گرفته میشه. شرکت‌های وارداتی یا بگیم شرکت‌هایی که تولیدی است حتی مثلا در بازار می‌بینید که نمایندگی داره، مثلا نمایندگی شرکت فلانی. از اون خاطر باید همیشه دوا را شما از یک نمایندگی رسمی بخرید. اسلاید بعدی. در قسمت وقتی که شما دوا رو دریافت میکنین همین رقم شما باید مطمئن شوین که از امو اکمال کننده یا سپلایری که تایید شده از قبل شما از امو دریافت کردین و او یک نمایندگی رسمی بوده. و همچنان شرایط ذخیره‌اش قبلا هم عرض کردم که امو نور و رطوبت و حرارت چیزا فاکتورهای مهم هستند که سر دوا تاثیر میکنن و باید و اون شرایطی که فابریکه تعیین کرده ما باید مراعات کنیم. و به خاطر که از
شکستن و میکس آب و همچنان کراس کانتامینیشن چیزا جلوگیری شوم، شما باید به بسته‌بندی اصلیش دوا را حفظ کنید. خب در قسمت پیکینگ یا زمانی که شما یک سفارش میگیرین، شما میفهمین که او مسئله فیفو و فایفو است. از خاطر اونا چیزایی هست که قبلا شما آشنایی دارین، از خاطر ما زیاد سرش نمیپیچیم. و همین رقم بسته‌بندی که شما میکنید باید استاندارد باشه و تا دوای شما مثلا دران نشکنه و اگر کلچین است مثلا باید درجه حرارت خود حفظ کنه. و همچنان با کسی که شما میفرستین باید او یک نهادی مثلا چی باشه، ثبت شده باشه، مثلا یک دواخانه باشه. شما نمیتونین دوا را مستقیم به اشخاص و افراد به شکل عمده و خصوص بفروشین. در هیچ کشور دنیا مثلا اجازه نیست. و یا حتی به مریضام که میفروشین باید با نسخه باشه. اما او مسئله جدی نیست، مسئله مثلا بعد از اوست، اما مسئله کلینیکال و چیزاست. اما ما از شرایط عمده بحث میکنیم، یعنی کسایی که به شکل عمده دوا رو میفروشن باید به کسی بفروشن که او طرف مقابلش مثلا اشخاص افراد نباشه، باید یک نهادی باشه که ثبت شده باشه، مثلا دواخانه باشه یا یک مؤسسه یا یک چیزی باشه. سلاید بعدی. مسئله بعدی در قسمت جی دی پی مسئله کامپلینت هاست یا شکایات است که شما باید سیستم ثبت شکایات داشته باشین. مثلا دوایش یا کیفیتش خوب نیست یا مثلا به شرایطی که مشتری مثلا قبول داره به اون شرایط نرسیده، هیچ سیستم کامپلین وجود داشته باشه. و مسئله ریترن است در صورتی که دوایی که شما مثلا از یک مشتری پس میگیرین و او رو میخواین دوباره بفروشین، این بسیار مهم است که شما مطمئن شوین که مشتری در شرایط درست او را نگهداری کرده و در شرایط درست پس به شما میفرسته تا اینکه او پس بتونه دوباره عرضه شود. غیر از صورت باز قابل عرضه نیست. یعنی مستندی از این موجود باشه که دوا در شرایط خوب نگهداری شده در سایت مشتری و همچنان به شرایط خوب به شما پس آمده و این کدام مشکل هم نداره از نگاه تکنیکی، مثلا اضافه رفته. اگر ریترن شده باشه به خاطر مشکل کوالیتی یا مشکل سیفتی یا مسئولیت، او زمانی دوا قرنطین میشه و باز این چک میشه توسط فابریکه تولید کننده که چرا این مشکل رخ داده و همچنان بعض وقتا مقامات مسئول حتی در جریان قرار میگیره. اگر یک مسئله ریکال میشه، ریکال اعلان میکنن و این ریکال میتونه در سطح ملی باشه یا مثلا در سطح فابریکه باشه، فرق میکنه نظر به درجه ای که مثلا این دوا چقدر تاثیر منفی داره یا کیفیتش خراب است. باز یک سیستم ریکال باید وجود داشته باشه. سلاید بعدی. به خاطر از اینکه ما یک سیستم درستی کامپلین داشته باشیم، ما باید یک SOP یا استاندارد اپراتینگ پروسیجر برای از تدوین کنیم و تمام شکایت هایی که از مشتری میرسه باید ایره ما اینوستیگیشن یا به اصطلاح تحقیق کنیم رویش که چرا این مشکل وجود داشته، چطور به وجود آمده و تاثیرش سر خود دوا چی است و تاثیرش بالای مریضا چی است. این زیاد مهم است. اگر تاثیر منفی سر مریضا کنه او دوا اصلا قابل استفاده نیست. اگر حتی سر کوالیتی دوا کنه بازم قابل استفاده نیست. و اگر کدام تاثیر منفی سر مریضا و کوالیتی نکنه اما بازم از استاندارد جی دی پی عدول کرده باشه، بازم در اکثر حالات دوا قابل استفاده نیست. و همون که پیشتر هم عرض کردم باید در شرایطی که استاندارد نگهداری شده باشه در سایت مشتری، همون شرایط اگر مراعات شده باشه باز میتونه ای قبول شود و دوباره عرضه شود. غیر از صورت نمیتونه عرضه شود دوباره. خب مسئله قراردادی است. مسئله قراردادی هم زمانی که شما یک کاری که مربوط فعالیت دوام میشه او رو به قرارداد میسپارین، مثلا یک گدام قرارداد میگیرین، شما گدام کم دارین، مثلا شما باید اول برین ببینین چک کنین اهلیت از کسی که عرضه میکنه این خدمات به شما آیا استاندارد است یا نیست و بعد از یک تایید شد شما میتونین قرارداد به اونا بسپارین. و کسی که قرارداد دهنده است یعنی باید اول اودیت یا همون تفتیش است از همون سایدی که قرارداد دهنده است انجام بده. سلاید بعدی. و همچنان کسی که قرارداد گیرنده است مکلف است که تمام شرایط استاندارد را مراعات میکنه و هر گونه تخطی یا دیویشن اگر رخ داد ایرا به اطلاع کی میرسونه؟ به اطلاع کسی که قرارداد برش داده. میگه مثلا برق ما قطع شد یا هر مشکل دیگه که رخ داد باید تمام گزارشات با کسی قرارداد میته برسانه. مسئله بعدی در جی دی پی مسئله ارزیابی است که معمولا
همون رقمی که بیشتر هم عرض کردم، سال یک دفعه حداقل باید انجام شود، اما میتونه 6 ماه یک دفعه انجام شود یا مثلا در هر روز. و این ما خود ارزیابی میکنیم که ما چقدر با این استاندارد جی دی پی عیار هستیم، آیا چه مشکلات وجود داره. برای این مثلا ما از خاطر راه حل پیدا میکنیم که به نام کاپا میگه. اگر ما از یک استاندارد جی دی پی را مراعات نکرده باشیم و این تاثیرش بسیار عمیق باشه یا زیاد باشه سر دواها و کیفیت دواها، از اون خاطر ما باید یک پلانی بسنجیم که در آینده این مشکلات رخ نداره، که به نام کورکتیو اکشن و پریونتیو اکشن میگن یا کاپا مخففش است. یعنی یک پلانی بسنجیم که همون مشکل اصلاح کنیم و از تکرار از اون مشکل در آینده هم جلوگیری کنیم. یعنی یک سیستم پیش بین باشه در آینده که ما همون مشکل دوباره رخ نده. مسئله بعدی ترانسپورت و انتقالات دواست که باید مترای انتقال کنه که درجه حرارت کنترل میکنه، یعنی درجه حرارت ثابت داره. و در صورتی که شما مثلا یک دیویشن داشته باشین، از این دیویشن راپور میشه به مسئول فنی اکثر وقتا این دیویشن شریک میکنه با فابریکه و اونا چک میکنن که آیا همین انحرافی که از حرارت صورت گرفته آیا سر استابیلیتی دوا تاثیر کرده یا نکرده. اونا مثلا نظر به همون استابیلیتی دیتایی که پیش خود دارن ایره با شما باز توصیه میکنن که آیا دوای شما قابل استفاده است یا نیست. و همیشه باید شما یک چی میگه دستگاهی که درجه حرارت میسنجه داخل از این موتر هم داشته باشین، کسی که این دوا رو دریافت میکنه بازی بتونن این راپور رو چک کنن و همین را به شما هم رپورت کنن. و این موتر ها میتونه خرد باشه، کلان باشه و سایزهای مختلف داره. دیگه در قسمت ترانسپورت ما بازم مطالعه کردیم درجه حرارت هوا را مثلا در ولایت‌های مختلف و فصول سال بگیم. از اون خاطر کسی که دفعه اول مثلا یک تجارت دوا رو شروع میکنه باید همون مسیری که دوا رو به اصطلاح انتقال میده و عرضه میکنه باید مطالعه داشته باشه که من دوا رو مثلا فلان کشور میارم تا اینجا میآید، گمرک است مثلا چقدر راه است، چند روز در بر میگیره و با کدام درجه حرارت این دوا معروض میشه و ما به خاطر جلوگیری از درجه‌ای که مثلا بسیار بالا یا پایین باشه باید چه راه کار در نظر بگیریم که به نام روت مپینگ نظر به استاندارد جی دی پی است که در خود WHO می تعریف شده. این ما باید انجام بدیم، یعنی مسیری که مثلا ما دوا را عرضه و انتقال میدیم بفهمیم که مسیر کجاست، چقدر وقت میگیره و درجه حرارت چقدر است در فصل‌های مختلف سال و نظر به اون ما موتر مثلا چه رقمی عیار کنیم. موتری باید مناسب باشه تا این را جابجا کنه، مثلا یا گدامی که مثلا در راه است یا در گمرک است باید مناسب باشه تا همون درجه حرارت ما بتونیم کنترل کنیم. مسئله بعدیش که مسئله کولچین است که بسیار مهمتر است. یعنی دواهای کولچین معمولا عمرش هم کم است و حساستر هم است، به خاطر که اونا اگر اندک مثلا تغییرات به درجه حرارتی برش تعریف شده که 2 تا 8 است اکثرا رخ بده، اینا اکثرا کوالیتی خود از دست میدن. از اون خاطر شما باید یک سیستم بسیار خوب کولچین داشته باشین و از موترهای بازم کنترل شده استفاده میکنین و همچنان بعض وقتا از آیس پک ها و کول بکس ها استفاده میکنین که باید زمانی که شما از اینا استفاده میکنین باید اس او پی برای تدوین کنین که ما چه رقم درست مثلا آیس پک ها را داخل یک کول بکس بچینیم، به خاطر که اگر شما درست نچینین دوا را خود شما مثلا با وجود درجه حرارت مراعات کردین مستقیم اگر معروض به فریز کنین بعض دوا تخریب میشه. یعنی اگر دوای شما رو یخ بزنم خراب میشه. یعنی 2 تا 8 گفتن باید از 2 پایین هم نیاید و این را شما غیر از اینکه درجه حرارت مثلا ترمومتر داخلش کار میگذارین، شما باید یک اس او پی هم داشته باشین که چطور مثلا بسته‌بندی کنین این کولچین خود و چه رقمی را انتقال بدین و عمر از چقدر است. یعنی اما آیس پک که شما میمونین یک عمر خاص داره، مثلا 5 ساعت 6 ساعت 10 ساعت 20 ساعت، از اون بیشتری مثلا عمر نداره. اگر مثلا شما از نقطه A به نقطه B روان میکنین، قبلا مثلا در سلاید قبلی ما عرض کردیم که شما مسیر مشخص کردین که مثلا چند ساعت وقت میگیره، نظر به او و حرارتی که در بیرون هست شما این بسته‌بندی خود میتونین ادجست کنین و بعد از اون مثلا پیش بینی میکنین که مثلا ما بسته‌بندی کولچین کردیم یعنی قدر ساعت ای میتونه حفظ کنه، غیر از صورت نمیتونه حفظ کنه. از اون خاطر اون امور شما باید از قبل توسط اس او پی یا استاندارد کاری رو شما مشخص کنین و
اگر شما مثلا این استانداردهای زیر کار داشته باشین، باز ما لینکش داخل کار گذاشتیم که شما میتونین از اینا استفاده کنید. همین رقم که شما در این دیاگرام میبینین، مثلا یک نمونه ای است که از زنجیره اکمالاتی واکسن است که مثلا واکسن از زمانی که از فابریکه حرکت میکنه تا زمانی که به معمولا مادر و طفل، گفته به خاطر از اینکه بیشتر واکسن مادرها و طفل‌ها دریافت میکنن، البته دیگه کسام است، تا زمانی که به دسترس مریض بگیم قرار، مریض هم گفتن نمیتونیم به دسترس مشتری قرار میگیره، بسیار یک پروسه طولانی رو طی میکنه. از اون خاطر بسیار مهم است که ما در این جابجایی شرایط استاندارد زیر مراعات کنیم و از اون خاطر معمولا در بازار آزاد بگیم زیاد عرضه از این چی نیست، معمول نیست در افغانستان، به خاطر که ما مؤسسات زیاد داریم که به ما کمک میکنه در این قسمت، اونا تمام شرایط در نظر میگیرن. اما یک مقدار زیاد بازم میبینیم که دواهایی است که یخچالی است، ایرا مثلا اکسیتوسین است مثلا، یا دواهای بیولوژیکال است، و یا بعضی واکسن ها را مثلا شرکت های خصوصی عرضه میکنن. اینا باید مطمئن شوند که تمام شرایط استاندارد در طول از این سپلای چین اینا مراعات میکنن. و همین شرایط استاندارد بر واکسن ها معمولا 2 تا 8 است، اما بعضی واکسن ها مثلا جدید آمده شما میفهمید که مثلا منفی است یا در فریزر نگاه میشه، باید او در شرایط خاص خود نگهداری شود، همچنان در شرایط خاص انتقال شود. خب دوستانی که سوال دارن، مثلا بعضی از دوستان دستشان بالاست، میتونن باز انشالله در آخر اسلایدها سوال خود مطرح کنن، مشکل نیست. و همچنان اگر میتونن در کامنت هم سوالات خود مطرح کنن، انشالله ما کوشش میکنیم جواب بدیم. ما به خاطر که به این استاندارد جی دی پی برسیم، ما یک مروری داشته باشیم به قوانین افغانستان، که ما در قوانین افغانستان چی داریم؟ قانون ادویه داریم، مقرره ادویه داریم و همین رقم راهنمودها. خب قانون بسیار یک مسئله عام است، در اونجا مثلا مسائل تکنیکی چیزا نیست، اما در مقررات و راهنمودهای میتونه مثلا گنجانده شود، که چون یک استانداردی است که معمولا بعد از سال 2000 به وجود آمده، بگیم تازه مثلا در سالهای 2010 در اکثر کشورهای چی شده، تطبیق شده، و یعنی تقریبا 15 سال میشه که در اکثر کشورهای تطبیق میشه. اما قانون ما یک ذره سابقه است، از اون خاطر این در قانون ما گنجانده نشده، اما پیش بینی شده. مثلا شما اگر اسلاید بعدی استاد محترم برین، اینجا گفته که الزامات و شرایطی مثلا احداث ذخیره‌گاه، حمل و نقل و نگهداری ادویه باید در لایحه مربوطه مثلا وضع میگردد. حالا مثلا اگر دوستان اینجا باشن از FDA ممکنه مثلا وضاحت بدن که کدام لایحه اینا تصویب کردن در این قسمت، اما لایحه‌ای که هر لایحه‌ای که مثلا شما پیشنهاد میکنید باید با جی دی پی برابر باشه و از این استاندارد جی دی پی نباید عدول کنه و این جزء قانون باشه. یعنی عدول از این باعث از این تخطی مثلا جدی شوه که فعالیت از اون نهاد مثلا زیر سوال بره و فعالیتش متوقف شوه یا مثلا برش وارنینگ داده شوه. از اون خاطر مهم است که ما توسط قانون ایره کنترل کنیم، غیر از اینکه خود فابریکاتی که مثلا استاندارد است اونا از ما تقاضا میکنن، و یا اینکه خود ما مثلا به حیث یک کسی که ایمانن و وجدانن مسئول هستیم که یک دوایی با کیفیت به مریض برسانیم. غیر از این باید این در جزء قوانین باشه که تخطی از این به اصطلاح جرم پنداشته شده و دوایی که مثلا به این شرایط نگهداری و حمل و نقل نمیشه اونا باید استفاده نشه. اسلاید بعدی. و دیگه مثلا در قانون پیش بینی شده که مسئول فنی باید تمام شرکت ها داشته باشه، که جزء مهمی در جی دی پی هم است که ما استاندارد مثلا در سطح ملی داشته باشیم. بخیر باز میتونیم شرکت ها رو مکلف کنیم که این استاندارد را تطبیق کنیم. اسلاید بعدی. خب مشکلی که فعلا وجود داره تا جایی که ما ارزیابی کردیم، البته شما میتونین در این قسمت نظر بدین، این خود استاندارد جی دی پی خیلی مثلا جزء کوریکولوم درسی بعضی جاها نبوده. مثلا زمانی که ما درس خوندیم یک ذره سابقه بوده، در جزء کوریکولوم درسی ما مثال ما نبوده. ما حیث یک مسئول فنی باید از این بفهمیم که مثلا استاندارد جی دی پی چی است، اما ما اینا مثلا در سطح زمانی که درس میخوانیم نبود و حالا باید مثلا در جزء کوریکولوم درسی مثلا دانشگاه ها قرار داشته باشه. و همچنان در جزء قوانین ملی پیشتر هم گفتم که مثلا لوایحی که وجود داره باید خیلی واضح مثلا نام جی دی پی رو بگویه و جی دی پی اروپا رو حالا مثلا نمیگیم باشه، ما میگیم جی دی پی دبلیو اچ او، نه مثلا
کسی که یک عمده فروش دواست یا شرکتی مثلا عرضه کننده دواست باید مطابق از استاندارد برابر باشه. و دیگه مشکلی که هست مثلا تعداد شرکت هاست. خب شما میفهمید که به خاطر که ما سیستم مدیریت کیفیت داشته باشیم و کدام ما استاندارد باشه و زنجیره اکمالاتی دوای ما استاندارد باشه، ما مثلا صدها و بگیم هزارها شرکت اگه داشته باشیم، مارکت افغانستان اونقدر کلان نیست. این شرکت ها میتونن مثلا اتحاد کنن، یک شرکت بزرگتر به وجود بیارن تا مثلا یک گدام استاندارد بسازن. نمونه هایش ما داریم، حالا اگر نام بگیرم یا نگیرم شاید مسئله تجارتی شود، اما بعضی شرکت ها در هتل پروان اتحاد کردن تا یک شرکت خوبتر بسازن. دو شرکت بسیار کلانش شما میفهمین کی است و که از مجموعی مثلا 8 یا 10 شرکت دیگه مثلا به وجود آمدن و اونا تونستن مثلا بعضی نمایندگی رسمی را بگیرن و بعضی کشورها مثلا کشورهای خوب بگیم یا کشورهای دیگه مثلا که فابریکات کلانی که مثلا بودن از اونها بتونن نمایندگی بگیرن. و دیگه مسئله کمبود انرژی یا برق است که البته ما را سوالی هم موندیم که یعنی ما کمبود انرژی نیست، اما نتونستیم بگیم از زیربنای انرژی در افغانستان ضعیف است، اما حالی منابع بدیلش وجود داره که بازی را ان شاء الله بحث میکنیم در سلایدهای بعدی هم. خب مسئله مهمش در قسمت زنجیره اکمالاتی در افغانستان اگه بگوییم، باید به شکل استاندارد یک فابریکه نمایندگی رسمی فروشات داشته باشه. او فابریکه میتونه داخلی باشه یا خارجی باشه. اگر مثلا داخلی باشه نمایندگی فروشات داره، اگر خارجی باشه مثلا میتونه شرکت تولید کننده یا نمایندگی تولید کننده داشته باشه و بعد از اون توسط از اون نماینده رسمی باید به یک دواخانه عرضه شود. اینجا ما یک مشکل که ما خودم از دیدگاه از ما که دیدم یک تعداد زیاد ما عمده فروشی داریم. این عمده فروشی ها نه نمایندگی یک تعدادش متاسفانه بگیم نمایندگی رسمی یک فابریکه را ندارن و یا نمایندگی رسمی یک شرکت دیگر هم ندارن، یا مثلا دوای خود از جاهای مختلف میخرن و این را پس به دواخانه عرضه میکنن و این یک خلاف به وجود میاره. مثلا در قسمت زنجیره اکمالاتی اگر مسئله تقلب باشه یا مسئله مشکل کیفیت باشه، اینجا فابریکه مثلا جوابگو نیست، میگه مثلا ممکنه دوای من نباشه به خاطر که عمده فروشی نمایندگی من نداره. از اون خاطر ما راهکاری که پیشنهاد میکنم باز مسائل بعدی هم میاد است که این عمده فروشی ها باید مدغم شود و نمایندگی رسمی یک فابریکه یا نمایندگی رسمی یک شرکت تولیدی رو بگیره. راهبردهای دیگه ای که ما پیشنهاد میکنیم است که هر چقدر ما مثلا استانداردها را در برنامه‌های آموزشی فاکولته ها بگنجانیم خوب میشه و در ترنینگ‌های ارتقای ظرفیت فارماسیست‌ها و همچنان جزء قوانین و مقررات از کشور شود و بخصوص در قسمت جوازدهی. زمانی که شما یک فابریکه را دفعه اول جواز میدین، ما میبینین کدامش استاندارد است یا نیست، بعد از اون برش جواز میدین. و همچنان در صورتی که یک فابریکه مثلا استانداردها را مراعات کنن، شما برش یک سرتیفیکیت تعیین میکنین که نام سرتیفیکیت جی دی پی حالا میگن این نو است و هر شرکتی که بتونه این استانداردها را مراعات کنه برای سرتیفیکیت میتین و ما مطمئن هستیم که مثلا این شرکت همون استاندارد داره یا نداره. و دیگه مسئله است که خود شرکت ها میتونن اتحاد کنن، شرکت بزرگتر را به وجود بیارن تا همین گدام ها و همچنان زیرساخت‌های خود استاندارد بسازن تا همین زنجیره اکمالاتیشان منظم شود. چیزی که ما میبینیم همون مسئله دکتر صاحبا قبلی هم گفتن که مسئله شاپینگ است، یعنی دوا نمیشه که مثل تمام اجناس دیگه مستقیم خریداری شود و فروش شود و هیچ گونه سوال و جواب نباشه. هر دوایی که عرضه میشه فابریکه ضمانت میکنه از کیفیتش و فابریکه زمانی میتونه که از کیفیتش ضمانت کنه که دوایش به نمایندگی رسمی فروشات رفته و از اونجا به دواخانه رفته و این در طول از زنجیره به شرایط استاندارد این چی شده ذخیره و نگهداری و حمل و نقل شده. اگر این از به این شرایط استاندارد نگهداری حمل و نقل و ذخیره نشده باشه، این دوا و کیفیت لازم نداره. از خاطر فابریکاتی که در کلان است، چرا مثلا هیچ فابریکه‌ای در افغانستان پای خود پیش نمیکنه فابریکات خارجی و نمایندگی نمیتوکه است؟ به خاطر است که اونا ریسک نمیکنن، میگن که ما به خاطر یک شرکت‌های تولیدی افغانستان مثلا استاندارد ندارن و ما اگر دوای خود در مارکت افغانستان عرضه کنیم، دوای ما کیفیتش در بازار خراب میشه و ما وقتی که دوای خراب به مریض عرضه شود شهرت از اون کمپانی حدیث میره. از خاطر
اونا حتی هیچ کوشش نمیکنن که ما مثلا در مارکت ما بیاین. سلاید بعدی. خب مسئله مشکل دیگه مسئله انرژی است که حالا کسایی که در قسمت دیزاین کار میکنن میتونن زمانی که یک دیپو رو دیزاین میکنن میتونن از منابع مثلا تجدیدپذیر حالا زیاد موجوده بگیم منابع انرژی مثلا پاک سولار چیزام استفاده کنن و همچنان یک منابع دیگه به نام جیوترمال میگن که بعضی کشورها از استفاده میکنن. خب بحث اینا مسائلی است که در زمانی که شما دیزاین میکنین اینا در نظر بگیرین، مثلا در آینده به اصطلاح مثلا نظر بدین به مسئولین شرکت ها که این سیستم ها وجود داره. اگر شما یک دیپوی استاندارد میخواین عیار دیزاین کنین میتونین از این سیستم های انرژی تجدیدپذیر و انرژی هایی که مثلا پایدارتر است میتونین از اینا استفاده کنین، خاطری که ما مشکل برق شدام زیاد در افغانستان داریم. سلاید بعدی. خب اگر ما استاندارد مثلا داشته باشیم، این استاندارد چی مزایا به ما داره؟ اولی که از کیفیت و مسئولیت ادویه ما مطمئن میشیم. یعنی در صورتی که ما میگیم یک دوای خوب به مریض عرضه کردیم که ما هم شرایط استاندارد ما مراعات کردیم برش. و دیگه مسئله نمایندگی شرکت‌های بین‌المللی است که اگر ما این شرکت‌های تولیدی و شرکت‌های عمده فروش ما اگر این شرایط داشته باشن میتونن از شرکت‌های بسیار خوبی بین‌المللی نمایندگی بگیرن و دوای خوب مثلا با مریض و دوای استاندارد بالا را عرضه کنن. و دیگه مثلا مؤسسات بین‌المللی یا بگیم نهادهای داخلی یا بین‌المللی که وجود داره اونا با اطمینان بیشتر میتونن باز از شما دوار خریداری کنن و یک مارکت خوب هم است برای کسایی که استاندارد مراعات میکنن. سلاید بعدی. خب کم کم رسیدیم با آخر سلاید و این رفرنسی است که مثلا در این قسمت جی دی پی وجود داره از سازمان صحی جهان و همچنان از اروپیان یونین که جزء قوانینشان است، اما از اروپیان یونین جزء قوانینشان است، یعنی جزء قانون اجرایی است. اما از WHO گایدلاین است، چون شما میفهمید که WHO یک نهاد تکنیکی است که مثلا نظر تکنیکی میده، اما کشورها باز مکلف است در مقابلش که او را جزء قوانین خود بسازن و او استاندارد مثلا جزء قوانینشان باشه و جزء تا او تطبیق شود. یعنی جنبه اجرایی زمان پیدا میکنن که ما جزء قانون کنیم، غیر صورت به حیث یک راهنمود باقی میمونه. و سازمان صحی جهان مثلا راهنمودهای زیاد داره، اما راهنمودی که بسیار مهم است که در عرضه اکمالات دوا باید مثلا جزء قوانین باشه همین جی دی پی است. و این جی دی پی انکس داره، یعنی زمین اگر سایت WHO شما ما لینکش هم اینجا گذاشتیم داخل، شما بروین این زمینه داره، یعنی به شکل یک گایدلاین چند صفحه‌ای نیست که ما بگیم که نمی جی دی پی است خلاص. چه رقمی تطبیق میشه؟ مثلا در زمینه اولش گفته selecting site for storage facility، شما چه رقم یک سایت برای گدام خود مثلا انتخاب میکنین، بر شما راهکار اونجا ارائه کرده که این سایت چه رقمی ارزیابی شود. یا مثلا در دیزاین خود استوریج فسیلیتی به شما میگن که خود گدام دوا چه رقم دیزاین شود. و همچنان مثلا شما نظر به اپریشن خود ظرفیت گدام چه رقم تعیین میکنین. و یا مثلا مسئله سکیوریتی و فایر شما چه رقم مثلا در نظر میگیرین. و یا مینتیننسش و همین رقم تمپرچر مانیتورینگش شما چه رقم انجام میدین. و همین رقم دستگاهایی که مثلا هست شما چه رقم کوالیفیکیشن میکنین. و مسئله دیگه تمپرچر مپینگ است که تمام نقاط دیپو را مثلا ارزیابی میکنن که کدام نقطه دیپو چقدر درجه حرارت داره و نظر به او ما مطمئن شیم که همین دیپوی ما استاندارد است یا نیست. و همین رقم مثلا مسئله یخچال است، دستگاهی که ما استفاده میکنیم ما یا درست است کار میکنه و چه رقم شما اینو مینتیننس کنین. و سایر موارد که معمولا 16 تا 17 تا اپندکس داره این جی دی پی و شما این را میتونین در سایت WHO که لینکش هم در مؤخر است این را ببینید مطالعه کنین و از این استفاده کنین. البته فعلا جزء قوانین نیست، اما شرکتایی که مثلا زی دخل است در عرضه دوا میتونن یک راهنمود خوب برشان باشن تا پیش از پیش برای شرایط آماده باشن. در آینده جزء قوانین میشه، این مطمئن باشین اگر حالی هم نیست. تشکر بسیار زیاد. با تشکر از دکتر صاحب احمدی، بسیار خوب موضوع رو تشریح کردن.